ورزشی از کانادا هم همیشه محفل ما رو رنگین ساختن. کم کف میزنیم. خب شاید نهادهای آماده تماشا برای هموطنان ساختن میفهمند که پروگرام ها به تنهایی سازنیم. تشکر. و حال من میکروفون برای اجمل جان غنی رئیس فدراسیون ورزشی افغان تقدیم میکنم که صحبت خدای ادامه بدن. خدا کنه خسته نشده باشید. ورزشی افغان ابراز تشکر و سپاسگزاری میکنه. تشکر که مادری فهم در چند روز کاملا بازاب شده و بسیار زیاد در قسمت زحمت کشیده و اصلا کوردینیتر کل همی دپارتمنت همی مسابقات آقای پنشیری می باشه. وقت کار بسیار زیاد نمیگیرم منتها چون پروگرام هم ورزشی است، هم کلتوری است، هم هنری است، هم اجتماعی است و هدف ما است که کل دور هم جمع باشند. مثل که امروز شما از هر ساحه‌ای که یا از هر سکتوری که در جامعه افغانی چی در اینجا چی در افغانستان هستند نمایندگانش میبینن. به او اساس ما میخواهیم که نه تنها این پروگرام ورزشی باشه بلکه پروگرام خودمانی افغانی باشه و همینطور هم است و همینطور هم خواهد بود. برای 14 سال گذشته از سال 1998 به این طرف ما تانستیم البته به همکاری همه شما و بالخصوص همکارانی که در اینجا هستند این همکارای ما را که با پیرانای سرخ میبینن هر کدام از یا شب و روز در این قسمت کار میکنن، کار کردن و زحمت کشیدن و از شما خواهش میکنم به افتخارشان یک کف بزنید. Ladies and gentlemen, و جای افتخار است که از سفیر کبیر افغانستان در واشنگتن دی سی از آقای اقلیل حکیمی خواهش میکنیم یک چند کلمه گپ با شما داشته باشند. تشکر بسیار که اینا لطف کردن ما را، فامیل ما را و اعضای سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در واشنگتن را در اینجا با فامیلایشان دعوت کردن. همونطور که اینا ما را خود گفته دعوت کردن ما هم خود جز شما فکر میکنیم. برای ما دوستای سفارت یک نوت جور کردن که او را ما خدمت شما قرائت میکردم باید، ولی با قول خوشحال خان خطک ما از او صرف نظر کردم و امیک خوشحال خان خطک میگه ده پالنگ و ده پیرده حاجتی نشته ده یاران و نشستن ده زره پتخت دی. دیگه ما از او صرف نظر کردم. فقط میخوایم برای شما چند کلمه صحبت بکنم. اول از فدراسیون ورزشی افغان که اینا لطف کردن در توی چندین سال با زحمات بسیار این رقم گردهمایی را همه ساله اینا با تلاش و با جدیت پیش میبرن. این برای همگی ما جای افتخار است و به افتخار از اینا ازتان خواهش میکنم که کف بزنید به افتخار فدراسیون ورزشی فوتبال. و ما آرزوی مایی است که ورزشکارای ما که بسیار به شکل عالی درخشیدن یک روز اینا بتانند در چوکات تیم ملی افغانستان زیر نام بیرق افغانستان اینا در پروگرام های منطقوی و بین المللی اشتراک بکنند. با این پیام ما برای همگی شما موفقیت و آرزوی خوشی و سعادت میکنم و یک بار دیگه از فدراسیون ورزشی افغان که ابتکار گرفتن و زحمت کشیدن و این افتخار برای همگی ما نصیب کردن که امروز در ایش اجماع همگی ما گرد یک دیگه جمع شویم. برای از اونا هم موفقیت و سعادت و کامگاری آرزو میکنم. تشکر. از جناب آقای حکیمی بسیار ابراز تشکر و سپاسگزاری میکنیم. Ladies and gentlemen, the ambassador specifically said that the door of the Afghan embassy is open to all Afghans. They want to reach out to you and then you can reach back to them. Their members are in here. You can meet and greet with them. That was the message they asked me to relay to you. Now we're going to get to the trophies. Now I'm going to ask the captains of the teams with our coordinators to come on the stage and escort them. And that's how we're going to be proceeding. All Kamran Faizi is going to give the second place to Team Khudrat.
National team last year, the city. Dr. Naber Atash. This is for everybody that said we weren't going to get it, and we'll be back. Thank you, sir. Now, we do have an MVP for basketball as well. Is Yusuf Sami. Basketball. Basketball MVP Yusuf Sami. Now this year's women's soccer MVP is Elai Arghandiwal. دوستای عزیز، ما امروز افتخار از این داریم که یک قهرمان دیگه هم بین خود داریم و او از اروپا آمده. سیرجان بهادرزاده، خواهش میکنم روی استیج تشریف بیارن. Mixed martial arts. این قهرمان دنیا شده در mixed martial arts. با افتخارشون کف میدونه. خوب ما کم افتخار ما هستیم. ASF امسال به طور مشترک دست جمعی یک تصمیم گرفتیم که به افتخار یک شخصی که در طول 14 سال با همراه ما بدون از اینکه سوال بکنه یا جواب بکنه همکاری کرده و پیش از اینکه در افغانستان یک هیومانیتریان باشه در اینجا کت ما یک هیومانیتریان بود. Ladies and gentlemen, we have great people in Afghanistan, we have great people in here, but every generation or so you will see somebody who is a true humanitarian, who helps from the bottom of his heart. ASF this year has decided to honor that person. This year, the Afghan Sports Federation Lifetime Achievement Award presented to Mr. Ihsanullah Bayat in recognition of outstanding and continued support of sports and athletes. 2001, Mr. Bayat. And Breshna from New York. So we are hoping that our fans and our players continue that tradition of friendship and good sportsmanship from both ends, fans as well as the athletes. And we will continue our programs with your support and with the participation of our athletes. Thank you all very much. With that, I will call the captains of both teams. And we ask our champion, our free, Mr. Bahadurzadeh, to give this trophy to Pamir soccer team. And now, I would like to ask our ambassador, Mr. Hakimi, to present the trophy for the first place or our champions, Breshna soccer team.
It's how you play the game and how you conduct yourself. And I think in the past 4 days we have witnessed great sportsmanship from the teams from California, especially the girls team. Thank you. Thank you for joining us. Thank you for coming to Washington. I hope that we were good hosts. And I do want to thank our honored guests for joining us on stage. Let's take a picture if you can come forward. Thank you very much. Congratulations. خلاصا خوش باشین. برای ما گفتن که آهنگای مست بخون 4-5 پارچه ها. بسیار تبریک باشه. Congratulations. بسیار تبریک. افتخار هستین شما. افتخار. بازم مرا گفتن آهنگای مست چون اینا میخواین برقصن. شما اگر میرقصین لطفا ما کوشش میکنم شما شرقیستیم به اون سبب ما شروع میکنم مشرقی. ما شروع میکنم از آهنگ تشکر. از آهنگ لارش ننگرهار کمیستور ماتراولا. چک کنین، رقص کنین، خوش باشین. تازه گلونا ترسلور ماتر لارش ننگرهار کمیستور ماتراولا. تازه گلونا ترسلور ماتراولا. تازه گلونا ترسلور ماتر. Hindus and Musliman, Farhat Patavito, Bajor Guluna. Beyond the Paradaram Saljaruka, Kamisto, Mataraula, Taza, Guluna, Tresalor, Mataraula, Taza, Guluna, Tresalor, Mataraula, Larshaningarha, Nakamisto, Mataraula, Taza, Guluna, Tresalor, Mataraula. Taza, Guluna, Tresalor, Mataraula. Casa, Guluna, Tresalor, Casa, Guluna, Tresalor.